بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، در حقیقت الله سبحانه و تعالی از اهل علم عهد و پیمان گرفت که علم را به مردم بیان میکنید و آن را پنهان نمیکنید و پنهان کنندگان علم را سرزنش کرد، ملامت کرد. در سوره آل عمران الله عز و جل فرمود: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. به خاطر آرید چون الله سبحانه و تعالی از اهل علم، از آنهایی که کتاب داده شدند، عهد و پیمان گرفت که علم را به مردم میرسانید و آن را پنهان نمی کنید. فنبذوه وراء ظهورهم. الله تعالی میگوید که آنهایی که علم را گرفتند، عهد و پیمان داده بودند، آن عهد و پیمان را پشت سر پرتافتند و اشتروا به ثمنا قلیلا، و بر عوض عهد و پیمان پولی ناچیز خریدند. عهد و پیمان را فروختند، بر عوضش پولی ناچیز گرفتند. فبئس ما یشترون. بسیار چیزی بد خریدند، یعنی چیزی بزرگ را فروختند بر عوض ناچیز. فبئس ما یشترون، بسیار چیزی بد خریدند. و در همین عباره لتبینونه للناس ولا تکتمونه، الله تعالی هم امر کرد به بیان و هم منع کرد از پنهان کردن. و الا اگر فقط به بیان امر میکرد کفایه بود، چون که الامر بالشیء نهی عن ضده. امر به یک عمل نهی است از ضدش. وقتی که شما بیان کنید گفت الله که نهی است از پنهان کردن، ولی الله تعالی لتبینونه للناس ولا تکتمونه، علم را به مردم بیان میکنید و آن را پنهان نمیکنید. بسیار مبالغه کرد، دلالت به مهم بودن مسئولیت رسانیدن علم میکند. و یک عباره دیگر که اینجا گفت که واشتروا به ثمنا قلیلا، بر عوض عهد و پیمان چیزی ناچیز خریدن. به تعبیر شاعر و فیلسوف لاهور، این گونه شخصیت ها را می شود گفت سوداگران دین فروش. حضرت می گویند می شود هر مودراز خرقه پوش، آه از این سوداگران دین فروش. مودراز به معنای ریشدراز، خرقه پوش یعنی جامه و جیلک و سله پوش. می شود هر مودراز خرقه پوش، آه از این سوداگران دین فروش. با مریدان روز و شب اندر سفر، کز ضرورت های امت بیخبر. از احوال امت اسلام بیخبر هستند، چی در داخل چی در خارج. می شود هر مودراز خرقه پوش، آه از این سوداگران دین فروش. با مریدان روز و شب اندر سفر، کز ضرورت های امت بیخبر. نمیدانند که امت اسلام به چه احوال گرفتار است. نمیدانند که یک زنی مسلمان نمیتواند از حجاب خود دفاع کند. مهاجرها در هجرت چه عذاب دارند، کز ضرورت های امت بیخبر. این تنقید است ولی درست است.